کاکای مادرم از ایراد بود. وقتی که میامد اشتاونی خوبین تیارین جلو بیتارین مادر شما خوبه همین شما خوبه غلام زرع دیگه همینجا که نیامد بده همینجا که خود اون برفته همین تو اینمی مثلا اگه از قندار بود مثلا من میرفتم بعض وقت در سرای لیلامی میرفتم یگان چیزی که میگرفتم باز یگان دفعه آواز من تغییر میدادم باز وقتی که صحبت میکردم میگفتم که این بوتا چند میتی این بوت سفید چند میتی کدام بوت یا سفید اما خود پشوت ده پیشو کو یعنی ده پای باز من میگفتم میخواد ده پای من نمیآید زرکه خودشو سیکو خودش بچه صدایش زنه اگه پنشیری ما بود این هم ترکایی دوستای پدرم بود میامدن خانه آجی صاحب خانه آجی صاحب در خانه نیست کجا آجی صاحب بگه برادر آجی شابدین اومده بود برادر آجی صاحب خیر آجی صاحب سلام بگه برادر همین بگه برادر اگر همین محمد همراه من خشم کردن حالا برادر همین من چی گفتم که همین خشم آره بچه داده یک اکسنت بسیار ساعت ما یک دور که میدونم که شیم بیخی دقیق قسمی مثلا اگر جلال آبادی های ما این هم تو یک لغمانی ها جلال آبادی یک رقم او بچه فقط تا بگیری اونجا دو ما که اونجا رفته بودیم نه خانه گل آقایش نرفته بودیم نه لیرو خوردیم لیرو بامیه میگفتن من کنفیوز میشدم که لیرو چی را میگن دیگه هر کدام راستی مثلا اگه ازبکای ما بود اینا مثلا فارسی گپ میزد وقتی جرفت خب نباشه همه ما که همه قالنه بخد در همه قالنه تو نفردی از ملیت هزاره ما لهجه بسیار شیرین است که امرای از اونا ما امرای کل از اینا بزرگ شدیم یک چهار بیت دیگه دارن که میگه خبر آمد که یار زده شویشی خورده بد کده لانت در رویشی خورخانده جو اوالی راستی بیاری خیانت نباشه یک تارکی ماشی آی زلفای تو تار تاره چشمای تو پرخماره الو عاشق تو از غم تو بیقراره زلفای تو تار تاره زلفای تو تار تاره چشمای تو پرخماره چشمای تو پرخماره الو عاشق تو از غم تو بیقراره تاشا سوی از من چرا نگاه مونی تا مرا میبینی از من یک دم دوتا مونی الو عاشق تو بیقراره در ولایتی که به کنسرت ما میرفتیم امی بسیار